سلام، وقت بخیر. من بهنامم. امروز میخوایم در مورد آمپرمتر کلمپی برند هیوکی مدل 328010F راجبش صحبت بکنیم. همونطوری که از شکل ظاهری این دستگاه مشخصه، این یک آمپرمتر دیجیتال هست که پارامترهای آمپر، ولتاژ AC، ولتاژ DC و همینطور مقاومت رو برای ما اندازه گیری میکنه. همینطور دو تا دکمه کاربردی داره که در ادامه توضیحشو میدم. مبحث اولی که این دستگاه برامون اندازه گیری میکنه بحث آمپر هست. آمپری که برامون اندازه گیری میکنه تا 1000 آمپر رو این دستگاه میتونه به شرط استفاده از کابل فلکسیش اندازه گیری بکنه که حالا به صورت آپشنال هست و توی پکیج دستگاه موجود نیست و از این قسمت وصل میشه. مبحث بعدی که این دستگاه اندازه گیری میکنه بحث ولتاژ AC هست. ولتاژ AC که این دستگاه اندازه گیری میکنه از 4 ولت تا 600 ولت رو این دستگاه قابلیت اندازه گیری رو داره AC. مبحث بعدی بحث ولتاژ DC هستش. تو ولتاژ DC همونطوری که ملاحظه کنید از 40 میلی ولت تا 600 ولت رو این دستگاه قابلیت اندازه گیری شو داره. بحث بعدی بحث مقاومت هست. مقاومتی که این دستگاه توانایی اندازه گیری شو داره از 419 تا 41.99 مگا او قابلیت اندازه گیری داره. حالا تو این قسمت با زدن دکمه آبی رنگ از حالت مقاومتی تبدیل به حالت بیزر میشه و برای اشکالیابی و تست های مدار هم میتونین از این دستگاه استفاده بکنید. قابلیت دیگه ای که داره بحث نگهداری عدد هست. با زدن دکمه زرد رنگ اون عدد رو فیکس میکنه و شما میتونید داده ای رو که میخواین مد نظرتون ثابت نگه بدارید. 2 تا پروب داره دستگاه. پروبای خیلی با کیفیتی هستن، مثل همین سوکت های ضبط های قدیمی که به این قسمت وصل میشن. علامتش هم که روی دستگاه مشخصه. سمت راستی پروب قرمز بحث ولتاژ یا اوم اندازه‌گیری میکنه. مشکی هم بحث کام دستگاه هست. ضمن اینم بگم قطر کلمپمون هم 33 میلیمتر تا یا اندازه 1.3 اینچ این قطر کلمپمون هستش. حالا تو ادامه بریم که تست هایشو انجام بدیم. خب میریم سراغ استفاده از پارامترهای دستگاه برای تست ولتاژ و مقاومت و همچنین آمپر. مبحث اول مبحث آمپر هستش. همونطوری که میبینید توی فیلم آمپر دستگاه داره گرفته میشه توی فازهای مختلف با استفاده از این قسمت. این هم از نحوه تست آمپرمتر کلمپی. میریم مبحث بعدی بحث ولتاژ AC. ولتاژ AC دو سر پروب ها رو به صورت موازی 224 - 4 ولت این ولتاژ AC مون است. حالا بریم ولتاژ DC مون رو تست بکنیم. حالا تو همین شرایط هم اگر ملاحظه کنین ببینین میتونیم از دکمه هولد استفاده بکنیم و این عددی که هست رو ثابت اینجا داشته باشیم. بحث بعدی
بحث مقاومت DC هست. حالا من اینجا باتری دارم، از طریق باتری تستش میکنم. 1.14 بله. این یه باتری دیگه. همونطور که میبینید رنج‌های مختلف باتری رو به من به صورت DC نشون داد. حالا میریم بحث مقاومت. تو مبحث مقاومت یه مقاومت ثابت رو دارم 38.6 بله و یه پتانسیومتر. اینم توی رنج دیگه در حد 10 کیلو بله. خب مورد آخری هم که خدمتتون بخوام عرض بکنم بحث تست بیزر هست که شما با زدن این دکمه آبی و اتصال پروب ها میتونید اتصال قطعات مختلف به همدیگر رو چک بکنید و توی ایبیابیاتون و یا بحث سوختگی ها و اتصالات ازش استفاده بکنید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ممنون میشم که زنگوله رو فشار بدید، ما رو سابسکرایب کنید، دنبال کنید و پست‌های بعدی منم حتما ببینید. ممنون از شما.